صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا، مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir. فصل اول. نه من آرش ستوربانم. تو آرش کمانگیری. من هرگز تیری از کمان رها نکردم. مرا نه تیریست نه کمانی. اینک تیر و اینک کمان. بگیر و رها کن. من هرگز تیری رها نکردم. بگیر و رها کن. نشانه تو دل اهریمن است. من تیراندازی نمیدانم. ما تو را برگزیده ایم. نشان کن دل افراسیاب را. 1000 فرسنگ. من تیراندازی نمیدانم. این است سرزمین من، مردریک تور. بگیر و رها کن. من آرش ستوربانم، ستوربانی که لاشه ستوران در خاک میکند. من تیراندازی نمیدانم. ایران من، مردریک تور. منم با درفش سیاه افراسیاب. بگیر ای مرد. بگیر این تیر و کمان را. دل سیاه او در پس زره سیاه اوست. رها کن، رها کن، رها کن. منم آرش کمانگیر. آرش کمانگیر. نوشته بابک صفیخانی، کارگردان صدرالدین شجره. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: صدرالدین شجره، رحمان باقریان، احمد آقالو، رامین پوریمان، محمد پورحسن، صمد پلسنگی، همایون ایرانپوی، مهین نصری، علی زرینی، راضیه مومیبند، سعیده فرزی، نازنین مهیمنی، کرامت رودساز. افکت از فرشاد آذرنیا. صدا بردار محمد پورحسن. تهیه کننده محمد مهاجر. هومان زنده مباد که چنین گره بر ابروان شهریار توران شهر ببیند. آسودم بگذار. آسودگی در این است. پیاله دیگر نوش کنید. نمی نوشم. چاره‌گر است این دختر رز. او راز خود مرا. ای مردک! به گوشم نالای کودکانه میخوانی؟ جام می بود، زداینده رنج و پروراننده شادی. آنچه تو دمادم در پیاله میریزی زمزمه خواب است و مرگ هوش. نوشداروست. دیگر نیست به تنم جانی، بر تن مرده کافور میزنی. خاموش کنی نوای بی نوا را. دیگر ساز مکنید هیچ نوای خونیاگران. فریب، نیرنگ، دروغ،
دیگر از جان من چی میخواهی؟ از من چه میجویی؟ من هیچ نمیجویم مگر شادی شهریارم. می و نوای ساز از بهر شما گستردم. مرا به گرداب تباهی کشانیده ای، به پیاله های دمادم مدهوشم میکنی، افسون شادی در گوشم میخوانی که چه شود؟ بس کنی فسانه را. کدام فسانه؟ کدام فریب؟ همان فسانه‌ای که 10 سال بر گوش من خوانده ای. تو خاک ایران را از خون سواران من گلگون کرده ای. گنج هایم برباد رفت. گلی اسبانم از این خشکسالی ها تباه شد، تاب از کفم برفت. اگر ابر نمی بارد و گیاه نمی روید و مادیان ها نمی زایند، گناه من چیست؟ گناه تو نبود که گناه من بود. خیر سری و خامی گناه من است. گوش سپردن به افسون تو گناه من بود. اما دیگر بس است. تو مرا به دام ایران گرفتار ساختی. آمدم تا ایران را به بند کشم. ایران بند پایم شد. دیگر تابم نیست. چرا اکنون که منوچهر از تنگی دژ به تنگ آمده است و تنها دمی دیگر بستا تن دهد به بند تو؟ شهریارا دمی دیگر بستا خاک دیار منوچهر از آن تو شود. به چه بهایی؟ خاک مرده به چه کار آید مرا؟ دیگر مرا سپاهی نمانده که این سرزمین را پاس بدارم. دیگر مرا اسبی نمانده که برام بنشینم و بتازم. گفتی به ایران بتاز، تاختم. گفتی بمان، ماندم. اما دیگر نمیمانم. روانیست افراسیاب در خاک بیگانه بمیرد. من سوی دیار خود باز میگردم. زهیبی رو یاد. آیا زیاد برده ای که سرزمین راستین افراسیاب ایران است؟ یاوه نباف مردک. اینجا کارزار نیست که خام بگویی. من خود بهتر میدانم سرزمین و دیار من کجاست. نمیدانی؟ چه میگویی هومان؟ مگر تو پسر پشنگ نیستی؟ مگر پشنگ پسر تور نبود؟ مگر تور پسر فریدون نبود؟ مگر فریدون را ایران سرزمین نبود؟ آیا از یاد برده ای که سرآغاز نبرد دیرین ایران و توران بر سر خونخواهی تور بوده؟ این سرزمین توست. اگر تور نتوانست دیار خود را از ایرج باز ستاند، اگر نتوانست، تو میتوانی. اگر میتوانستم که تاکنون ستانده بودم. میتوانی؟ نمیتوانم. میتوانی. این بار چاره ای اندیشیدم که بدان میتوانی دیار خود را باز ستانی. چاره های تو مرا بیچاره کرد. از آن همه چاره که کردی مرا هیچ به کف نیست مگر باد. اگر این بار چاره‌ام چاره‌گر نبود، سر خویش را به تیغ تو می سپارم. پیش از این هزاران سر را به پای چاره تو دادم. دیگر بس هست. خانم را بشنو شهریار. سودم در نشنیدن است. پیمان می کنم که به هیچ خونی سرزمین منوچهر را به کف گیری. بس کن هومان. تنها با یک تیر که آنان می اندازند پیروزی از آن ماست. آنان تیر را رها می کنند، ما پیروز می شویم. تو چه می گویی؟ اندیشه چاره‌گر به سر دارم شهریار من. چاره‌گر تیر تواناترین تیراندازان به چه اندازه می رود؟ مرا به ریشخند گرفته ای؟ آن تیر به چه اندازه می رود؟ خب شاید یک فرسنگ. این مرز ایران و توران است. یاوه می بافی. به ایرانیان بگو ما آماده ایم تا به اندازه راهی که یک تیر می پیماید از آن ایران بدانیم. بگو تیراندازی از ایرانیان تیری از کمان رها کند. هر جا که تیر نشست مرز ایران و توران است. ها؟ از کجا؟ تیر را از کجا رها کنند؟ سرور من، ایرانیان سخت دلبسته البرزند. پس بهتر است از فراز چکاد البرز تیر را رها کنند. دماوند؟ آری دماوند. آری سرور من، دماوند. تیر کشواد هم بیش از یک فرسنگ نمی رود.
نابکار، ای پرفسون. آن تیر به پای البرز هم نمیرسد. اما نمیپذیرند. هرگز نمیپذیرند. آنان میپذیرند. اگر تو از این نبرد بی سرانجام خسته ای، آنان خسته ترند. خشکسالی چنان تباهشان ساخته که میپذیرند. چاره ای ندارند. شنگی کجاست؟ شنگی کجاست؟ دختر راز کجاست؟ فرود این پیروزی را بگو جامی دیگر بیاورند. جام های دمادم شکستی سرورم، جامش را شکستی. افراسیاب پنداشته ما کودکیم. برده یک تیر کجا و گران ایران کجا؟ من پیکم و پیام از برای منوچهر شاه ایران زمین آوردم، نه از بهر کشواد. آنچه افراسیاب خواسته به بازی کودکان بیشتر میماند. پاسخ هر ایران این است که من گفتم، خواه شاه باشد، خواه در یوزه کوی و برزن. باید از زبان شهریار ایران زمین بشنوم. اگر من نپذیرم چه؟ سرورم افراسیاب بزرگ سپاه خود را آماده کرده که اگر نپذیرفتید بر شما بتازد. بگو بتازد. ما را بیمی از ساختن او نیست. آرام باش کشواد. چگونه آرام باشم که او ما را به ریشخند گرفته؟ ای پیک تورانی، به پسر پشنگ بگو ما ایستاده ایم تا بجنگیم. کدام جنگ؟ آیا این جنگ است که شما در سوراخ خود بخزید و پنهان شوید؟ ای مردک گستاخ! آرام گیر کشواد. چه میگویی منوچهر؟ یکی پرستارزاده در برابر خداوند ایران زمین زبان به گستاخی گشوده. چگونه آرام گیرم؟ سزد اگر سر از سرش برکنم. در آیین جنگاوران نیست کشتن پیک. اگر خاموش نشوی آیین جنگاوران فرو میگذارم و زبان از کامت بیرون میکشم. تو پیام را برسان و گور خود را گم کن. من پیام را رساندم، اکنون برای شنیدن پاسخ ماندم. پاسخ را هم شنیدی، پس بیدرنگ از برابر چشمان من دور شو، وگرنه آنچه نباید میکنم. هرچه فرمان سپهدار است. بمان. آنچه باید میگفتم گفتم، دیگر چرا بمانم؟ هنوز پاسخ مرا نشنیده ای؟ گمان میکنم شنیدم. به پسر پشنگ بگو من باید بیندیشم. چه میگویی شهریارا؟ به او بگو منوچهر چند روز زنهار میخواهد. زنهار؟ ایرانیان هرگز از تورانیان زنهار نمیجویند. به او بگو. منوچهر برو آنچه گفتم به آن اسب تاز تورانی بگو. وای بر ما. 2 روز را زنهار دارید. خاک سیاه بر سر من که این پرستارزاده زنهارم میداد. این همه خاری، این همه زبونی، خاک سیاه بر سر من و تبار من. منوچهر تو پسر ایرجی. ای کشواد، مستی یا خرد خود را گم کرده ای؟ اوقا برپا مکن. من اگر مستم و دیوانه تو چرا چنین میکنی؟ از کجا شد فر شاهنشاهی؟ آنطور که تورانی ما را به بازی گرفته. هر نادانی میداند که یک تیر بیش از 1 فرسنگ نمی رود، که اگر برود. من نیز میدانم. اگر میدانی چه میگویی؟ ما که تا کنون ایستاده ایم، پس از این هم بایستیم که چه کنیم؟ بایستیم که یکایک بمیریم و افراسیاب دیارمان را به چنگ آرد؟ ما نمرده در چنگ او گرفتاریم، گرفتار و خار. من اگر باید بمیرم سربلند میمیرم که از زبون مردن ننگ دارم. تو در پی نام و ننگی، مردمان در پی نان و آب. بس کن این خودخواهی را کشواد. 10 سال است که سایه سیاه لشکر تورانی چونان بختکی بر سر مردمان من افتاده و هر روز از روز پیشین گرانتر می شود. من چگونه می توانم از سر خودخواهی خاموش بمانم و بیش از این مرگ مردمانم را ببینم؟ فر و تبار من به چه کار آیدم؟ چه سود از فر و نام؟
کودکان این دیار نان میخواهند، نه نام. افراسیاب به اندازه‌ای از این سرزمین به ما نخواهد داد تا مردگان خیش را در خاک کنیم. تو در آن خاک میخواهی گندم بکاری؟ اگر هم نداد باز بر پله نخستیم. گویی سخن من در دل تو کارگر نیست. خداوندگار این دیار تویی، هر چه میخواهی بکن، اما بدان که هیچ بیخردی نمیپذیرد که آن تیر را از کمان رها کند. من بیخردی را میشناسم که چنین خواهد کرد. آن دیوانه کیست؟ یکی از تبار کاوه آهنگر. نه هرگز چنین نمی کنم. من با سرنوشت این دیار بازی نمی کنم. هنوز چنین دیوانه نگشتم. آن تیر را تو میاندازی. چرا من؟ سترگ‌ترین بازو را داری و خمیده ترین کمان را. کمان خود را می شکنم. بریده باد آن دست که تیر ننگ به چله گذارم. اگر من خداوندگار ایرانم تو باید آن تیر را بیاندازی، وگرنه خود را از ایرانیان مخوان. برخیز و در پی تیری باش که در خور این نبرد باشد. برخیز! تو هنوز بیداری آرش؟ چرا نمیخوابی؟ گمان میکنم امشب بسیاری از مردم این دیار دیرتر از هر شب دیگر بخوابند. چرا؟ سرنوشت همه ما بسته به یک تیر است. همه میدانن آن تیر بیش از 1 فرسنگ نمیرود، اما مردم سخت به آن تیر دل بستند. بیهوده است. خشکسالی و گرسنگی تاب از کف مردم رو بوده. گلسار، تو گمان میکنی چه کسی آن تیر را رها خواهد کرد؟ آن تیرانداز کسی نیست مگر کشواد. اگر کسی دیگر تیر را بیاندازد چه خواهد شد؟ تیر هیچ کس از تیر کشواد فراتر نمی رود. گیرین کس دیگری آن تیر را بیاندازد. کشواد بهترین تیرانداز این دیار است، پس باید او تیر را از کمان رها کند. شاید تو راست بگویی، اما اگر کسی مانند من آن تیر را بیاندازد چه؟ تو آرش ستوربانی، نه آرش تیرانداز. من نیز از همین در شگفتم. چرا من؟ که گفته که تو آن تیر را خواهی انداخت؟ نمیدانم. شاید خوابی بیش نباشد. آرش، تو چه میگویی؟ کدام خواب؟ هیچ. بهتر است بخسبیم. مگو هیچ که میدانم چند روز از دیگر گونه ای. شبها در خواب پریشانی و فریاد میزنی. من خستم گلزار. امروز 10 اسب مرده را به زیر خاک کردم. تا کنون سخن بیهوده از تو نشنیدم. بگو چه شده؟ گفتم که شاید خوابی بیش نبوده. میگویی یا نه؟ گلزار، من میترسم. از چه میترسی؟ از آنکه خوابهای آشفته من راست باشد. به یاد دارم که سراسیمه از خواب برخاستی، اما مگر در خواب چه دیدی؟ در خواب دیدم که بر فراز چکاد البرز کوه گوری را میکنم. گوری که باید خود در آن میخفتم. من با چنگ خاک را چاک میزدم که مردی سپید پوش در برابرم نمایان شد. موی و ریش او در باد باختر آشفته بود و چشم به خاستگاه آفتاب دوخته بود. ترس و شگفتی بر جانم چنبره زده بود.
بند تنم میلرزید، گلویم خشکیده بود. او چشم از خاور برگرفت و بر من دوخت و گفت: آرش کمانگیر تویی؟ نه من آرش ستوربانم. تو آرش کمانگیری؟ هرگز، من هرگز تیری از کمان رها نکردم. مرا نه تیریست نه کمانی. اینک تیر و اینک کمان، بگیر و رها کن. من هرگز تیری رها نکردم. بگیر و رها کن، نشانه تو دل اهریمن است. من تیراندازی نمیدانم. ما تو را برگزیده ایم، نشان کن دل افراسیاب را. 1000 فرسنگ. من تیراندازی نمیدانم. این است سرزمین من، مردریک تور. بگیر و رها کن. من آرش ستوربانم، ستوربانی که لاشه ستوران در خاک می کند. من تیراندازی نمیدانم. ایران من، مردریک تور، منم با درفش سیاه افراسیاب. بگیر ای مرد، بگیر این تیر و کمان را. دل سیاه او در پس زره سیاه اوست. رها کن، رها کن، رها کن. منم آرش کمانگیر. صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا، مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir. فصل دوم. چندین بار این خواب را دیدم، اما امروز که از آمدن پیک افراسیاب آگاه شدم، دریافتم که تنها یک خواب آشفته نبوده. تا کنون میپنداشتم که همراز تو هم. کدام راز؟ من خود نیز از آن خواب شگفت زده بودم و از آن هیچ در نمیافتم. چگونه میتوانستم آن را با تو در میان بگذارم؟ همان گونه که اکنون در میان گذاردی. آرش، آنان تو را برگزیدند. آنان؟ آن مرد سپید جامه سروش پروردگار بوده. من ستوربان کجا؟ سروش پروردگار کجا؟ تو اکنون آرش کمانگیری، رهاننده ایرانیان از یوغ افراسیاب. افسانه مگو گلسار. دیر یا زود تیر و کمان را در دست خود خواهی دید. من میدانم تیر توست که 1000 فرسنگ می رود، نه تیر کشوان. اگر این خواب بر دیگران آشکار شود، کودکان در کوی و برزن بر من می خندند و مرا دیوانه می خوانند. در پی تیر و کمان باش. آنان که بر تو خواهند خندید فردا روز زاریشان است. تویی آرش کمانگیر. کرکسان بر آسمان و بر زمین کفتارها، مردگان در زیر خاک و زندگان افگارها. سینه ها خشکیدند و دشت ها فرسودند، رودها آسودند و دختران ناسودند. گرد خاری بر سر مردان و گرد مرگ را بر تن دشت و دیار آریا پاشیدند. از درفش با تباران بوی سستی میوزد، گوهر فر شهان را. این همه چیز که میبافی
سرود مرگ زمزمه می کنم. کشفاد دلیر. تو نیز نام مرا مخته ای؟ اکنون هیچ نامی پر آوازه تر از نام تو نیست. سرود مردم امروز نام توست. سرود مردم نام من است و سرود تو زمزمه مرگ. کرکسان را بر آسمان نمی بینی؟ به هنگامه کرکسان چگونه سرود مهر بخوانم؟ پیاله آب به من بده. بنشین تا بریزم. لبانت خشکیدن دلاور. پیش از آفتاب از خانه بیرون آمدم و در بیابان سرگردانم. در پی چه میگردی؟ در پی خود. جستی؟ آره، جستم. ناتوان و بدبخت. بخت ایرانیان تویی؟ اگر کوه سرنوشت یک دیار را بر گرده تو نیز نهند، روزگار مرا در خواهی یافت. اگر تو با آن تبار به زیر این بار کمر دوتا کنی چه کسی میماند؟ ای کاش تبارم نبود. ای کاش مردی بودم چون تو. نام تو چیست؟ آرش. آرش ستوربان. ستوربان؟ ستوری به گرد تو نمیبینم. در زیر خاکند. امروز ستوران بیش از آن که بزایند میمیرند. این که در خاک کردم مادیانی بود سپید که هماره یک گام از باد پیشتر میدوید. امروز ستوران را در خاک میکنم، فردا مردمان را، مگر آنکه تیر تو فراتر رود. یک فرسنگ، 2 فرسنگ یا 10 فرسنگ؟ 1000 فرسنگ. فسانه است. پس باید گور اسبان را رها کنم و گور مردمان بسازم. تو از اندوه دل من چه میدانی؟ ای کاش من به جای تو لاشی اسبان به زیر خاک میکردم. من نمیتوانم. با شیون کودکان گرسنه چه میکنی؟ با آرزوی دختران دم بخت، با گلهای ناشکفته؟ دل من از اندوه خود لبریز است. چه جای اندوه دیگران؟ فردا باید از فراز البرز تیر را رها کنم. اما دستانم ناتوان و پاهایم لرزان است. کس دیگریم نیست که این بار از دوش من بگیرد. پس چه باید کرد؟ نمیدانم. نفرین بر این تبار و نفرین بر این درفش. مردری من از کاوه ننگ است و بس. تبار من پنجه گشت گلویم را می فشارد. من نمیتوانم. من میتوانم. تو چه گفتی؟ هیچ. درود بر کشواد بزرگ. ای مردک فرومایه، باز چه میخوایی؟ من پیک افراسیابم. مرا فرومایه مخوان. تو پیک مرگی. من به ناسزاگویی نیامدم. پیامی از افراسیاب آوردم. شاه ایران زمین منوچهر است، نه من. پس نزد او برو و پیام افراسیاب را برسان. من برای تیرانداز ایرانیان پیام آوردم. که گفته من آن تیراندازم؟ گمان نمی کنم این مرد تیرانداز شما باشد، چون روز روشن است
که سترگ‌ترین بازو آن تیر را خواهد انداخت. ای خیره سر، به تو گفتم که من آن تیرانداز نیستم. اگر پیشنهاد سرورم افراسیاب را نپذیرید، شیپور نبرد نواخته خواهد شد. من کاری با پذیرفتن و نپذیرفتن آن نیرنگ نیست. من آن تیرانداز نیستم. پس تیرانداز شما کیست؟ من نمیدانم. هر که میخواهد باشد. پس بمانید و ببینید سرانجام این کار را. امروز را زنهار دارید. فردا که آفتاب برآید از کشته ها پشته می سازیم. من می روم تا این پیام را به افراسیاب برسانم. بمان ای مرد، بمان. تو چه گفتی؟ پیامی اگر هست برای من است. تو کیستی؟ منم آرش کمانگیر. آن تیر را من می اندازم. چه میگویی؟ آن تیر را من رها می کنم. تو؟ آری من. شگفتا، آن بار که کشواد پهلوان فرو گذاشت تو برمیداری؟ تا دیروز آرش ستوربان بودم، امروز آرش کمانگیرم. آن تیر را من رها می کنم. گور خود به دست خود میکنی. افراسیاب بگو آن تیر را من می اندازم. آرش کمانگیر، تیر و کمانت کو؟ فردا تیر خود را می آورم تا افراسیاب و منوچهر بر تیر من نشان خود زنند تا هیچ نیرنگی در میان نباشد. یاوه می بافد. تیرانداز ما هر که باشد ستوربان نیست. بازوی سترگی داره. بازوی او تنها ستوران مرده در خاک می کند. اون تیرانداز نیست. افراسیاب است که میگوید تیرانداز کیست. افراسیاب این مرد را برخواهد گزید. از این پس آرش نزد افراسیاب گرامی است. وای بر شما اگر بر او گزندی رسانید. ای خیره سر، بدرود ای آرش کمانگیر، بدرود. بیهوده دلشاد نباشید. منوچهر نخواهد پذیرفت. آن که باید بپذیرد افراسیاب است، نه منوچهر. آرش کمانگیر، ستوربان دیروز، تیرانداز امروز. اما منوچهر نخواهد پذیرفت. آن که باید بپذیرد منم که میپذیرم. شهریار، به کشواد گفتم اگر نپذیرد فردا از کشته ها پشته می سازیم. تو گستاخی کردی؟ اما سزد اگر همسنگت زر و گوهر دهم. سپاسگزارم شهریار من. من از سرانجام این کار می ترسم. این نیرنگ تو بود، پس از چه می ترسی؟ دشمن را نباید بیش از اندازه خار پنداشت. کدام پندار؟ خاری آنان چنان است که ستوربانی در برابر سرداری چون کشواد شیرافکن می ایستد و می خواهد بر جای او بنشیند. ایرانیان آن ستوربان را تکه تکه می کنند. اگر چنین کنند به خونخواهی او ایران را به آتش می کشم. اکنون آن تیرانداز بی کمان یار من است. پیک! فرمان کن شهریارم. بیدرنگ بر باره تیزپا بنشین و به سوی منوچهر برو. به او بگو اگر گزندی به آرش برسانید فردا از خون ایرانیان دشت‌ها را سیراب میکنم. بگو افراسیاب تنها و تنها بر تیر آرش نشان میزند و بس. هرچه فرمان شهریار است. به آنان بگو فردا را زنهار میدهم، اما پس فردا بر شماست که آرش را روانی ارباز کنید. خواهم گفت. رفت. 2 روز دیگر
تنها 2 روز دیگر مانده است تا پس از آن ایران را به چنگ آرم. داستانی شگفت‌انگیز است. از چه در شگفتی هومان؟ از اینکه یک ستوربان می‌خواهد آن تیر را بیاندازد. دیوانه است. بیگمان دیوانه‌ای که سنگی را در چای میاندازد. اگر او را بکشند یا تیر انداختن او را نپذیرند، بس میکنی یا نه؟ این چاره‌ای بود که تو اندیشیدی. سرور من میپنداشتم کشواد یا پهلوانی دیگر پا پیش مینهد، نه یک ستوربان. هر که میخواهد باشد. هومان، آن تیر بیش از 1 فرسنگ نمی رود. اگر برود من میدانم، تو میدانی، آنان نیز میدانند که پیشنهاد ما هیچ نیست مگر نیرنگ. اما آنان ناتوانند و ما توانا، پس چاره‌ای ندارند مگر پذیرفتن. اگر هم نپذیرند میچنگیم. اگر این جنگ پیروزی داشت تا کنون آشکار شده بود. از این گذشته مگر تو نبودی که از نبرد خسته مینمودی؟ پس چرا کاری میکنی که در آن گریزی از جنگیدن نماند؟ تیری در تاریکی. اگر پذیرفتند چه بهتر، وگرنه ما هیچ از دست ندادیم. پس امیدوارم بپذیرند. من هم امیدوارم. اکنون خود دانید، یا آرش را از بند رها می کنید یا فردا به میدان نبرد می آیید تا با لشکر گشن تورانشهر بجنگید. هر کدام را که می خواهید برگزینید. گستاخی این پرستارزاده هم از خاری ماست. ای کشواد پهلوان، ای کاوه‌زاده ستبر بازو، مرا گستاخ مخوان. آری من پرستارزادم اما پیکم، هرچه بگویند میگویم. در زبان خود از خیش هیچ سخن ندارم. تو دستت بر افراسیاب نمیرسد زبان به دشنام من میگشایی؟ من که باشم که گستاخی کنم؟ به چه چیز خود ببانم؟ به تباری که ندارم؟ به نیرویی که ندارم؟ مرا تنها ویر است و یاد که سخنان سرورم افراسیاب را بی کم و کاست بازگو کنم. پس مرا گستاخ مخوان. اکنون هر چرا که شما بگویید میروم و میگویم. این تو بودی که تیر انداختن ستوربانی پس را در دهان افراسیاب گذاردی. تو بودی که به او آموختی ما را خارتر از پیش پندارد. تو از انداختن تیر تن زدی و هنگامه به آرش سپردی. گناه من چیست؟ من آنچه شنیدم گفتم. اکنون هم ماندم تا پاسخ شما را بشنوم. به افراسیاب بگو دشمن خود را چنین خار مپندار. آرش آن تیر را خواهد انداخت، اما مرد باشید و بر پیمان خیش بمانید. ما بر پیمان خیشیم. چان تیر 1 فرسنگ برود چه 1000 فرسنگ. پس از آن توران آن سوی تیر و ایران این سوی تیر. باید پیمان نامه‌ای بنویسیم، پیمان نامه‌ای که نشان من و افراسیاب بر آن باشد. بنویسید، ما هم نشان می‌کنیم. اما تیرانداز هم باید نشان شود. نشان منوچهر شاه ایران زمین و افراسیاب شاه توران زمین. فردا آرش تیر خود را خواهد آورد تا افراسیاب نشان کند. پس از آن به چکاد البرز می رود تا تیر را رها سازد. اکنون برو. آنچه گفتید بازگو می کنم. برو! کشواد، بگو شهریار. برو آن نگونبخت را رها کن تا برود. تیر و کمانی هم به او بده. چرا به افراسیاب گفتی دشمن خود را خار مپندار؟ این خاری نیست که 1 ستوربان پست، 1 فرومایه که هرگز پنجه‌اش هیچ تیری را نبوسیده چون این تیری را رها کند. تو خواستی که از آن خارتر شویم،
اگر از انداختن آن تیر تن نمیزدی اکنون گرفتار این خاری نمیشدیم. این تو بودی که نیرنگ پسین را به افراسیاب آموختی. اگر این همه باد در سرت نبود بهانه به دست آن روباه نمیافتاد. آن پلیدی که من میبینم از هیچ بهانه میسازد. از این گذشته او نیازی به بهانه ندارد. اکنون او سوار است و ما پیاده. لگام به دست اوست، هر سو که بخواهد میتازد. برو او را از بند رها کن. پس به راستی میخواهی سرنوشت ایران را به دست یک ستوربان بسپاری؟ چاره‌ای ندارم. اکنون هنگام لشکر کشی نیست. شنیدم که مردم کوی و برزن هم سخت به تیر آرش امید بستند. آری، همه میگویند از آسمان ها آرش را برای تیراندازی برگزیدند. افسانه های شیرین در گوش مردم خوانده و همه را به افسانه خود افسون کرد. دیگر بس از کشواد، برو! سزاوار این زنجیرها بودم؟ اگر از من بپرسی تو سزاوار مرگی. اگر دست من بود دستایت را میزدم تا دیگر اندیشه کمان به دست گرفتن نداشته باشی. تو چه خامی کشور. ای ستوربان، آگاه باش که چه میگویی. بر توست که آگاه باشی. من آن تیر را با دستای خود نمی اندازم. هیچ بازوی نمی تواند 1000 فرسنگ تیر براند. آنکه تیر را می اندازد دل من است. دلی که از مهر ایران زمین سرشار است. برای من افسانه مخوان که افسون تو نمی شود. اگر راستش را بخواهی من نیز این افسانه را باور نمی کنم. پس چرا آن روز گفتی که تیر را خواهی انداخت؟ من نگفتم، زبانم چرخید. زبانت چرخید؟ یا به می بافی؟ باور کن کشواد، باور کن که من این ره نه به خود می روم. گویی چیزی مرا می راند. تو بدین افسانه ایران را برباد دادی. من که بودم که برباد دهم؟ ستوربانی خورد که لاشه ستوران در خاک می کرد. من نبودم آن باغبانی که ریشه این شکست در خاک کند. دیگران کاشتند و من تلخ میوه‌اش برمی چینم. تا امروز چه بودم؟ که بودم؟ هیچ. ستوربانی گمنام، نه تبارم هست نه نشانم. مرا نه نشانی هست که برنامه‌ای زنم، نه درفشی که برافشانم. امروز آمدم و فردا میروم. بر من خورده مگیری با تبار و درفش. اگر تبارت نیست، اگر درفشت نیست، پس چه میگویی؟ منوچهر را که تبار بزرگ بود و فر شاهی چه کرد؟ تو که از تبار کاوه بودی و درفش کاویانی چرا شانه از این بار برکشیدی؟ چه با تبار چه بی تبار، چه با درفش چه بی درفش، چه شاه و چه سردار و چه ستوربان، ما همه خرد گشته ایم، خار شده ایم، شکسته ایم. آری ما شکسته ایم، اما شما را آن همه بود و شکستید. ما را هیچ نبود و شکستیم. ما خرد بودیم و خرد ماندیم. در کشاکش روزگار من و دستان تهی، من و سینه های زخمی، من و آرزوهای بی انجام، هماره سنگ زیرین آسیا بوده ایم و خواهیم بود. روزگار ما همان روزگار است. نفرین بر تو و روزگار تو. درد من تو نیستی. درد من ایرانی است که شادخوار افراسیاب خواهد شد. ایرانی که تو در پیاله افراسیاب خواهی ریخت. ای پهلوان، من نه به پای خود میروم، سرنوشت مرا میراند. این گردونه میگردد و من نمیدانم به سود ما یا به زیان ما. مگر دیوانه باشی و سودی در این گردش ببینی. اما بدان که پس از انداختن آن تیر با شمشیر به غنیمت میکنم. میروم تا تیر و کمانی بیابم.
منوچهر فرمان داد تا تو را تیر و کمانی بدهم. تیر و کمان را خود برمیگزینم. بدرود ای دیار شیران، بدرود. پروردگارا، گفتی تیر بیندازم، اما مرا تیری نیست، کمانی نیست. نخواستم از کشواد و منوچهر تیر بستانم، اکنون از کجا تیر و کمان بجویم؟ آرش شیواتیر، آرش شیواتیر. چه میگویی مرد؟ به کجا میروی آرش؟ میروی به چکاد البرز؟ میروم، اما نه امروز. اکنون در پی تیر و کمان میگردم. کمانی خمیده تر از گردون و تیری راست تر از آذرخش. اگر بیابم، اگر تیری یافتی و کمانی، چنان تیر را رها کن که دورتر از دور بیفتد. پدر و مادری پیر دارم، همسری رنجور و کودکانی گرسنه. من چشم به تیر تو دوختم، ناامیدم مکن آرش. اگر بتوانم. میتوانی، تو میتوانی. بازوی ستبری داری، ستبتر از بازوی کشواد. 1000 فرسنگ آرش شیواتیر. امیدم به توست. امید از خداست. آرش، به کودکان من بیندیش، به پدر و مادر پیرم بیندیش، به همسر رنجورم بیندیش. مرا شرمسار مکن آرش. پروردگارا، مرا شرمسار این مرد مکن. آرش تیزتیر. چه میگویی زن؟ به کجا میروی آرش؟ به دماوند میروی؟ میروم، اما نه امروز. اکنون در پی تیر و کمانی میگردم. تیری که بر آن 4 پره عقاب باشد و کمانی که زهش از چرم گوزن. اگر بیابم. چرا کودکت گریه میکنه؟ گرسنه است، شیری ندارم که به او بدهم. این راست است که میگویند تیر تو خاک مرده را جان میدهد. آنکه به خاک مرده جان میدهد باران است. از تیر خود را چنان رها کن که ابرها پاره شوند و باران ببارد و رودها سیراب شوند. آنگاه خاک مرده جان میگیرد و گندم میروید و من از گندم آرد میکنم و از آرد نان میسازم و سینه‌ام لبریز از شیر میشود. آرش، کودک من گرسنه است. پروردگارا، من کیستم؟ بگو آرش، بگو که خاک مرده را زنده میکنی. زنده میکنم. من خاک مرده را زنده میکنم. آرش، خاک مرده را زنده میکنم. آرش، خاک مرده را زنده میکنم. پروردگارا، شرمسارم مکن. آرش تیز پیکان. آرش، چه میگویی دخترکم؟ به کجا میروی آرش؟ به البرز کو؟ میروم، اما نه امروز. اکنون در پی تیر و کمانی میگردم. تیری که تن سنگ خارا را بشکافد. اگر بیابم. آرش، من دختری دم بختم، میخواهم به خانه بخت بروم. من و او سخت به هم دل باخته ایم، اما بر خود نمیبینم که رخت سپید بپوشم. میخواهم بر موی خود گل نرگس بدوزم،
اما دشت را گلی نیست، تنها خار است و بس. آرش، گره بخت من با تیر تو گشوده می شود. گره گشا اوست. میگویند اگر تیر تو 1000 فرسنگ برود گل شکوفه می کند و 1000 نغمه می خواند. دخترکم، مرا هنوز تیر و کمانی نیست. بگو آرش پیر، بگو که بخت جوان من به تیر تو گشوده می شود. پروردگارا، چه بگویم؟ آرش، پروردگارا، چه بگویم؟ آرش، من او را دوست می دارم. او خوش سیما و صف پیکر است. ناامیدم مکن آرش. بختت سپید دخترم، تیر من 1000 فرسنگ می رود. آرش گل را شکوفا می کند. آرش دشت را سبز می کند. پروردگارا، شرمسارم مکن. آهای! آهای! که بود؟ آهای پیرمرد، تو آرشی؟ چه میگویی پسرکم؟ تو چه آرزویی داری؟ تو آرشی کمانگیر؟ آره، منم آرش کمانگیر. به من گفتند این تیر و کمان را به تو بدهم. ها؟ تیر و کمان؟ بگیر که سنگین است. این تیر و kمان را چه کسی به تو داده؟ ما داده ایم. این نوای آشناست. سنگین است آرش. تیر و کمان را بگیر آرش. خداوندا، دیوانه شدم یا خواب میبینم؟ دستم شکست. تیر و کمان را بگیر. مگر تو در پیان نبودی؟ آری بده من پسرم. بگیر. کجا می روی پسر؟ بمان. تیر را نزد 2 شاه ببر تا نشان خود بران زند. این چه پریست؟ پر سیمرغ. ما بر تیر تو پر سیمرغ نهاده ایم آرش. فردا زن و زندگی خود را بدرود گوی و راه دماوند در پیش گیر. چرا بدرود؟ زیرا که باز نخواهی گشت. کشفات خردتر از آن است که بر من گزندی رساند. فردا چون این تیر را از کمان رها کنی، بند از بند تنت می گسلد و اندامت پاره پاره می شود. تنت چون گردی می شود که سوار بر باد به هر سوی ایران می پراکند. تو می میری آرش تا جاوید باشی. آیا هنوز هم میپذیری که آن تیر از کمان رها کنی؟ اگر من نپذیرم، بختان دخترک چگونه گشوده می شود؟ با کودک گرسنه آن زن چه کنم؟ با شرمان مرد چه کنم؟ پس درنگ مکن. به من بگو تیرم تا کجا خواهد رفت؟ 1000 فرسنگ آن سوی جیهون. آن سوی آمودریا درختی است تاک که تیر تو بران خواهد نشست. بران درخت مرغی است نغمه خوان که چون تن تاک از پیکان تو بلرزد برخواهد خواست. چگونه 1000 فرسنگ؟ من تا کنون تیری نینداختم. تیر را تو نمی اندازی، ما می اندازیم به نیروی مهر ایران. چنین می کنم. صدای واژه‌ها
در کتابخانه گویای ایران صدا. مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir. فصل سوم. بیا آرش، کمانت را بر دوش بینداز و تیرت را به دست بگیر. من به شکار افراسیاب میروم. گرد نانی در چنتت گذاشتم، اگر گرسنه شدی بخور. نمیخواهی گریه کنی؟ مردم برای دیدن تو گرد آمدند. گلسار، برو آرش، برو. میروم. آرش، باز که تو آمدی کشور، دیگر چه میگویی؟ آن تیر را من میاندازم. کدام تیر؟ همان که پر سیمرغ بر خود دارد. با کدام کمان؟ با همان کمان که بر شانه داری. بیا این کمان بکش تا ببینم چگونه میکشی. اگر تو میکشی من هم میکشم. بکش، بگیر و زه آن را بکش. مرا به بازی گرفته ای؟ اگر تو این زه را کشیدی تیر را هم به تو میدم، گرچه افراسیاب نمیپذیرد. بکش. نمیتوانی، نه؟ از پولاد زه کرده ای؟ یا یارش آفتاب بالا آمد. اگر افراسیاب هم بپذیرد، این مردم نمیپذیرند که تو آن تیر را بیندازی. آنان را به چه فریبده ای؟ به آنچه که تو نداری. آفتاب پرشتاب است و دماوند دور. نمیگذارم بروی، نمیگذارم ما را بیش از این خار کنی. به روی که شمشیر میکشی جهان پهلوان؟ بشویت بگو خود را به کشتن ندهد. کشتن؟ یا افسانه آرش را تا پایان نشنیده ای که او را از کشتن میترسانی؟ اگر گامی دیگر بردارد پایان افسانه او در همین خانه فرا میرسد، نه بر البرز. آرش آفتاب پرشتاب است. کشوا بگذار برم، تو نمیتوانی زه کمان مرا. ناشارم مکن از کشتنت، اگر نه سر از سرت جدا میکنم. ای ساده دل، من میروم تا تنم پاره پاره شود. مرا از چه میترسانی؟ من زراحی از شمشیر گذشتم، به جا پایم بنگر خونین پی میروم. من از میان بیابانی گذشتم که ریگش شمشیر و خارش زوبین بود. مرا از چه میترسانی؟ زاری این مردم را نمیشنوی؟ آنان را فریفته ای؟ به چه فریفته است؟ به فر و تبار خود، به درفش و نشان خود، به زر و گنج های خود، به پرستاران و کنیزکان زیبا؟ ای کشواد، او را چه هست که بدانها این مردم تهیدست را بفریبد؟ از آن هنگام که از مادر زاده شده در پست‌ترین خانه ها خفته و از خشکیده ترین نان ها خورده است. هرگز تیغ و زوبینش نبوده مگر چوب چوپانان، نه هرگز تلخی می چشیده و نه شیرینی انگبین. او را همدمی نبوده مگر اوع سگان و بعبع بزان و شیهه اسبان. او اینان را به چه فریفته؟ نه هرگز چیزی خوانده و نه هرگز چیزی نوشته. سرودش هی هی کردن اسبان و سازش دهانی که برای خوشنودی بزان سوت میزد. امروز ای کشوا، من از 1000 هنر یکی هم نمیدانم. از چگونه ایشان را بفریبم؟ آنان خود دل باختند، اما نه به من.
آنچه این مردم را فریفته هزار آرزویی است که در دل دارند، تهی از هر امیدی. بگذار برو آرش، برو. چی میکنی کشفات؟ برخیز. برو آرش، برو تا تیر دل ابرها بشکافد و هزار فرسنگ دورتر فرود آید. تو که گفتی هزار فرسنگ افسانه است. افسانه بساز آرش، افسانه بساز. تو مرا نیز فریفتی، تو مرا هم افسون کرده ای. از آن هزار آرزو که گفتی یکی نیز در دل من است. ایران افسانه می سازم. چمتم کو گلزار، بگیر. بدرود همسرم، بدرود. بدرود آرشم، بدرود. اینک منم آرش، آرش کمانگی. شادی دخترکم. مادرم برایم پارچه سپیدی میبافد. آیا به خانه بخت میروم؟ نام نخستین پسرت را آرش بگذار دخترکم. بختت بلند و سپید چون کوه دماوند باد. آرش، کودکانم را نوید نان تازه دادم. چه بوی خوشی دارد. آرش، کودکم نام تو را آموخته و میگوید. چه آموخت بیندیشد؟ بگو نام آرش بلند آوازه خواهد ماند. آرش، جیهون را نشانه کن. دل سیاه افراسیاب را نشانه می کنم تا هزار دستان بخواند و گل بشکفد. هزار فرسنگ، اکنون جهان به زیر پای من است. بر فراز تو ایستادم ای البرز بلند. من ایستادم و رو سوی جیهون دارم. منم آرش، آرش ستوربان، آرش کمانگیر. برخاست از میان مردمی تهی دست و بی فر و تبار. نشانم تیر و درفشم کمان. تیری راستر از پرتو خورشید، کمانی خمیده تر از راهروی ناهید. زهی تابیده از رشته های دل هزاران هزار ایرانی و نیرویی برگرفته از مهر شیفتگان این خاک که نهفتم در بازوی سترگ خویش. با من سخن بگو ای البرز بلند. بگو چکامه سرود خانانت مویه مادران فرزند مرده و گریه کودکان بی مادر. بگو که بخت دختران این دیار در شکاف پینه خاک خشکیزدت خشکیده و ترانه هزارانت افسرده در گلوی فسرده و شکوفهای ناشکفتت پژمردند. بگو که نوای ساز ناهید خاموش گشته و زخمهای پرفریب دشمن در دل درهایت پیچیده. بگو با من سخن بگو ای البرز سرافراز. تیر در چله بنه. تیرم تا کجا می رود؟ 1000 فرسنگ. چگونه این کار می شود؟ باد به فرمان من است، ابر به فرمان من است. می شکافم دل ابر تا که تیرت بر باد بنشیند تازان. پر سیمرغ
نه بیهوده نهادند بران، تیر بر چله بنه. اینک این تیر و کمان و دل افکار من است. تیر در چله بنه. نال از چرم گوزنان به در آور امروز، تا که فردا شود آوازه نام تو سرود. ایران من، رها کن کتابم نیست، رها کن. آن سوی آمو دریا، اکنون جهان به زیر پای من است. بر فراز تو ایستادم ای البرز بلند. من ایستادم و رو سوی جیهون دارم. منم آرش، آرش ستوربان، آرش کمانگیر. برخاست از میان مردمی تهیدست و بی فر و تبار. نشانم تیر و درفشم کمان. تیری راستر از پرتو خورشید، کمانی خمیده تر از راهروی ناهید. زهی تابیده از رشته های دل هزاران هزار ایرانی و نیرویی برگرفته از مهر شیفتگان این خاک که نهفتم در بازوی سترگ خیش. با من سخن بگو ای البرز بلند. بگو چکامه سرود خانانت مویه مادران فرزند مرده و گریه کودکان بی مادر. بگو که بخت دختران این دیار در شکاف پینه خاک خشکی زدت خشکیده و ترانه هزارانت افسرده در گلوی فسرده و شکوفهای ناشکفتت پژمردند. بگو که نوای ساز ناهید خاموش گشته و زخمهای پرفریب دشخیم در دل درهایت پیچیده. بگو، با من سخن بگو ای البرز سرافراز. تیر در چله بنه. تیرم تا کجا می رود؟ 1000 فرسنگ. چگونه این کار می شود؟ باد به فرمان من است، ابر به فرمان من است. می شکافم دل ابر تا که تیرت بر باد بنشیند تازان. پر سیمرغ نه بیهوده نهادند بران، تیر بر چله بنه. اینک این تیر و کمان و دل افکار من است. تیر در چله بنه. نال از چرم گوزنان به در آور امروز، تا که فردا شود آوازه نام تو سرود. ایران من، رها کن کتابم نیست، رها کن.